سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام موهامو کرلی کنم. گفتم خب برای شما هم بذارم و از دستگاهی که میخوام استفاده کنم از دستگاه پرومکسه. روی دمای 190 گذاشتم. اگر که موی ضخیم‌تری دارید، موی پرحجم‌تر و ضخیم‌تری دارید، میتونید یه درجه دماشو زیادتر کنید. ولی خب من از اونجایی که موهام دکولور است و تار نازکه، روی همون 190 هم جوابه. مثل همون ویدیوی قبلی موها با برس حرارتی صاف کردم و حالا شروع میکنم به تقسیم بندی و پیچیدن. اولین کاری که میکنم اینه که میام موهامو از زیر شروع میکنم به 2 قسمت تقسیم میکنم، چپ و راست، و شروع میکنم هر لایه‌ای از موهامو به پشت پیچیدن. وقتی شما رو به پشت بپیچی خیلی نمای قشنگتر و شیکتری داره، ولی وقتی که برمیگرده توی صورت، یعنی اون پیچ مو برمیگرده توی صورت، خیلی شلخته و نامنظم میشه. من شروع میکنم اتورم از قبل یه چند دقیقه گذاشتم روشن باشه که خوب حرارت داشته باشه و اینجا سعی میکنم که لایه های موامو نه خیلی ضخیم، حالا این قسمت رو کاری ندارم، نه خیلی ضخیم نه خیلی نازک بگیرمشون و سر اتو رو به پایین باشه. خب بچه اگر دستتون کنده و حالا دفعه اول و دومه دارید انجام میدید، سعی کنید که درجه اتو رو روی کم بذارید یا با اتو خاموش اول تمرین کنید که دستتون را بیفته، بعد اتوی داغو بذارید روی موهاتون، چون اینجوری اگر بخواید با اتو داغ روی موهاتون مکس کنید خب مو میسوزه دیگه، داغون میشه. من سر اتو رو میذارم، یه پیچ میدم، میام پایین. اوکی. الان خب چون هم این قسمت موام کوتاهه، همین که خیلی پشته، برای خود منم سخته، ولی هرچی میایم بالاتر و رو به جلوتر موها بلندتر میشه، خب پیچیدنش هم راحت تره. این سمت راست موهامم شروع میکنم به پشت پیچیدن. حالا یه لایه رو بر میدارم، باز دوباره سر اتو پایینه و به پشت میپیچم. اوکی. با دستمم یه حالتی بهش میدم که خودش سری ول نکنه. لایه بعدی بچه ها، این سری من سر اتو رو به بالا نگه میدارم، مو رو میذارم داخلش، پیچش رو به پشت میدم. با دستامم اوکی. سر اتو پایین و یه پیچ رو به پشت میدم. بچه ها سعی کنید که این لایه بالا تا پایینتون مورب باشه. دیگه هرچی میایم بالاتر واقعا راحت‌تر میشه و میذارم. خیلی هم از توی ریشه پیچ نمیدم، یه چند سانت فاصله میدم، شروع میکنم به پیچیدن.
اوایلش که تا میایین بزنین یکم زمان میبره ها، ولی خب دستتون را بیفته خیلی سریع و تندتر میزنید. میپیچم رو به پشت، این موربم نگه میدارم بالا پایینیشو و دستم آروم میارم پایین. اوکی، الان اینو اینطوری، اینو هم اینطوری. میذارم یه مقدار موهام خنک بشه و بعدش شروع میکنم سرم مو میزنم و اینا رو بازش میکنم. من اینجا سرم مو سریتا رو دارم، میریزم کف دستم و شروع میکنم از پایین به موهام زدم. یکم میپیچمش و این سمت هم باز یه مقدار پیچ میدم، سرم میزنم و همینجوری با دستام یا حتی با برس شونه میتونید بازش کنید. خیلی بامزه است واقعا. کاش ما کلی دائمی داشتیم، هم میرفتی حمام و میومدی خشک کردی موهات اینطوری میشد. این ویدیو که در مورد کلی کردن بود گفتم بیام اینجا یه خاطره بر شما هم تعریف کنم، یه خاطره خیلی بد متاسفانه. اینطوری بودش که 1.5 سال پیش ما یه جشن عروسی داشتیم مشهد و خب من نوبت آرایشگاه گرفته بودم، میکاپ و شینیون. میکاپو که انجام دادن و خیلی خوب بود. شینیون وقتی میخواستن شینیون کنن اینطوری بود که موهای من صاف بود و دکولوره هم داشت. اول کلی کردن و بعد شینیون کردن. خب حالا شینیونم اوکی بود و خوب بود، همه چی گذشت تا اینکه دیگه خواستم برم حالا مثلا موامو بشورم و شینیون رو باز کنم و اون چسب و تافتا و اینا گیر و اینا رو همه چی از توی موام در بیارم. اینطوری بود که داخل حمام وقتی که موهامو میشستم احساس میکردم انگار این موی قبلی من نیست، نه جنسش نه حالا موقعی که میشورم و اینا. گفتم خب شاید حتما تافت و چسب و اینا خیلی زیاده تو موهام، بذار موهامو 2 بار شامپو کنم 2 بار ماسک مو بزنم. و اومدم بیرون موهامو شروع کردم به خشک کردن و خب هرچی که موهامو خشک میکردم با سشوار اینطوری بود که قشنگ موهام پف میکرد و هی حجیم‌تر میشد و اون لحظه بود که من اصلا نمیخواستم قبول کنم که موهای من سوخته و موهامو شروع کردم به برس کشیدن و قشنگ موهای من دکولوره ها میومد توی برس و موهای من قشنگ یه همچین چیزی شده بود و طی چند دقیقه همینجوری قفل بودم که خب چرا چی شد.
و سریع، یعنی قشنگ اون لحظه یادم افتاد که اون خانم شینیونکار موهای منو با اتو کراتین کلی کرد. اتو کراتین چیه؟ اتو کراتین طوریه که آیرونش، جنسش فرق میکنه، درجه دماشون خیلی زیاده و اصلا برای یه موی معمولی نباید استفادهش کنی. برای موهایی که قصد صافی و احیا دارن اتو کراتین استفاده میکنن. اتو برند لیز بود و اینطوری شد که متاسفانه سر یه شینیون موهای بلوندم، اتفاقا یه چند ماه هم بود که تازه بلوند کرده بودم، موهای بلوند من سوخت و من حتی تا 1 ماه خیلی بهش رسیدگی میکردم، مشاوره‌های احیا میرفتم، کوتاهش کردم ولی فایده نداشت دیگه واقعا. و اینطوری شد که رفتم موهامو قشنگ 2 سانتی کوتاه کردم و همه موسوخته‌ها رو ریختم پایین و خیلی بد بود دیگه. آدم واقعا برای موی 2 سانتی خیلی جسارت میخواد، خیلی جرأت میخواد. من بیشتر برای موی بلوندام دلم سوخت. خب تازه دکولوره کرده بودم، حالا میخواستم رنگش رو عوض کنم و اینا دیگه. این اتفاق پیش اومد متاسفانه. حالا شما اینطوری باشه که اگه یه موقع قصد کلی کردن و شینیون داشتید حتما تایید کنید که از اتو کراتین براتون استفاده نکنن، درجه خیلی زیاد روی موهاتون نذارن و با یه حرفه‌ای موهاتون استایل بدین. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین، براتون کاربردی باشه. اگر سوالی، نظری، چیزی داشتید داخل کامنت ها بپرسید، حتما میبوسمتون.